یک مذاق قمرک کنم اجازه؟ مشکل نداره. نازی جان یک وقت یه دست قرار باو بزنی دشنام میدادیم. حالا ما اصلا گوش کن کانادا نتایی داره دسترخوان. گوش کن باز یک دفعه گفته بودی که سه ساکتای تا نگرفه باز یک کس رو گفته نجیب جان میگه سه ساکتای تو میتونی میگه فرق تو نمیگیره. توضیحات خواستی سه ساکتای دان دماغ بینیش هست. حالا فهمیدی؟ سه ساکتا داره ما شما خاطر بسیاری که نفهمیده بودن میگفتن این نجیب برای فرق نمیگیره که سه ساکتا رو میکنه. نه حالا بفهمن نه دیگه برق قیمه برق بهی دیگه برق هم آدم اختراع کرده سه آدم برق اختراع نه خیسته ساکتا غار بینی حالا هم ضرورت شبه این ما خواه نسای کن میلیارد دو میزنن ولی ما چیزی نگفتیم ولی هر وقت که با مجبور بسازن دیگه گپ انسانیت تا خدا قرآن که قبول نکردن مجبورم با لهجه خودشان و زبان خودشان گپ بزن آدم کار پیدا کردی نجیب جان یا بیکار هستی؟ نه والا اگر بیکارم بودیم از کسی پیسه طلب نکردیم و جای طلب نکردیم و کسی نگفتیم بره برقم مانده اگر سر کارم بودیم بخاطر که برای دنانوایی کار پیدا شد گفتی نمیکنم برای من قدرم نه دنانوایی را چی میکنی که دنانوایی کم تو تره وره یک دخترم که بطرم نما نمیگرم نه کارش میکنم نمیگرم آل خوری شکایت از خوبش جور کردیم اگر خوب برات میخوانم باور که یک قدر خوب شیک معلوم میشی چرتم که تم چیزی که دم طبیعتم نمیکلم بگردم کارم میکنم خدا کنه که کلی نمی کره روی زمین بعد ببره فکر کردم که مویای طبیعی کوتاه کردی مگم نیدم بست کردی کو پشت کلیت نشان تو خود سوارانوال نیستی که پشت کلیمت نشان میدی پشت کلیمت چی کار داری؟ ما تو اول تو را گفتیم کامریت ده؟ نه خواهش میکنم نه سرت بد نخورده باشه گپ من نجیب جان نه بد نخورده است پشت کلیت فهمیت سعی کنم که دراز از کوتاه به اجازه اگر نمیخوای خیر نه ما خیلی است با کسی نگرفتیم به خاطر کسی نماندیم که بگوید که نه خاص کوتاهش نه به خاطر خود کردی خب من میخواستم ببینم نه ببین دیدی نه خوبش معلوم میشه